سلام به همگی، خیلی خوش اومدید به جلسه جدید آموزش سرامیک با من. همونطور که میبینید من این دفعه این ویدیو رو توی خونه درست کردم چون چیزی که میخوام بهتون یاد بدم بسیار راحت هست و توی خونتون با حداقل ترین وسایلی که دارید میتونید درستش کنید. فکر میکنم آرزوی هر کسی که عاشق سرامیک و سفال هست این هستش که بتونه بدون کوره و بدون در واقع کارگاه یک سری وسایل رو برای خودش توی خونه درست بکنه. پس من تصمیم گرفتم موضوع این ویدیو همچین چیزی باشه. قبل از اینکه بریم سراغ ساخت وسایل داخل خونمون، من به یکی از سوالهای پرتکرارتون که در همین راستا هستش میخوام پاسخ بدم. سوالهایی که در واقع توی کامنت از من پرسیده میشه بیشترشون در واقع این موضوع بودش که آیا ما میتونیم ظرف سفالی یا ظرف سرامیکی که درست میکنیم و داخل فر پخت بکنیم؟ جواب من نه هستش. فرهای خونگی دماشون معمولاً تا 270 درجه تا 280 درجه بیشتر بالا نمیره و ما وقتی که میخوایم یک ظرف سفالی رو بیسکویت بکنیم معمولاً به دمای 850 درجه به بالا احتیاج داریم. پس گزینه فر خونگی حذف میشه. خیلی از بچه‌ها سوال میپرسن خب ما کوره نداریم و هزینه تهیه کوره هم بالا هستش. اگر که شما بخواید کار سرامیک رو در واقع انجام بدید احتیاج به کوره هست. اگر که دوست ندارید کوره بخرید یا نمیتونید کوره به تهیه کنید میتونید از کارگاه‌های سفال یا سرامیک کورهشون رو اجاره بکنید و یه هزینه رو پرداخت کنید تا براتون کارهاتون رو پخت بکنن. بریم سراغ این که چطوری میتونیم برای خودمون داخل خونه بدون کوره ظرف‌های مختلف رو بسازیم. روش جایگزینی که شما میتونید استفاده بکنید تا ظرف‌هاتون رو داخل کوره پخت نکنید استفاده از خمیرهای هوا خشکه. خمیرهای هوا خشک توی بازار موجود هستن. یکی از برندهای معروفش برند داس ایتالیا هستش که قیمتش به نسبت از خمیرهای دیگه بالاتر هستش، ولی مثلا این خمیر هوا خشکی که من دارم خمیر هوا خشک آسمانه، توی رنگ‌های مختلف توی بازار موجود هست و برای خودتون ظرف‌های مختلف رو بسازید. این خمیرهای هوا خشک که حالا با هم دیگه ساخت ظرف رو باهاشون یاد میگیریم توی هوا خشک میشه، همونجوری که از اسمش مشخصه. پس ما احتیاجی به کوره یا احتیاجی به فر نداریم. خیلی کار باهاشون راحت هستش و میتونید توی شکل‌های مختلف ظرف‌های مختلف برای خودتون بسازید، با رنگ‌های اکریلیک رنگشون کنید و از ظرفاتون به عنوان ظرف‌های دکوری استفاده بکنید. اگر که دوست نداشته باشید رنگشون کنید میتونید از همین خمیرها که توی رنگ‌های مختلف هست استفاده کنید و خودشون رنگ دارن و دیگه احتیاجی نیستش که رنگ اکریلیک هم استفاده کنید. بریم از نزدیک آموزشش رو یاد بگیریم. خب من الان خمیر هوا خشکم و قبلا استفاده کردم برای اینکه خشک نشه کامل درش رو بسته بودم و با یه دونه کش فیکسش کرده بودم که هوا نگیره. کیسش رو باز میکنم. این خمیر هوا خشکی که من استفاده کردم رنگ مشکی داره. من یه بار جلدش هم نشون بدم، برندش آسمان هست، روش هم نوشته خمیر هوا خشک مشکی آسمان. خب اون مقداری که دلمون میخواد رو ازش برمیداریم. من چیزی که میخوام درست بکنم یه جاشمیه که حالا توی پینترست دیده بودم، خوشم اومده بود، به نظرم بامزه بود، گفتم که اونو براتون درست کنم. ولی شما میتونید هر چیزی که دوست داشته باشین رو درست کنید. اون مقداری که میخوایم رو برمیداریم و در کیسمون رو دوباره میبندیم، به خاطر اینکه خمیرهای هوا خشک خیلی زود خشک میشن. 10 دقیقه اینطور بیشتر فرصت ندارید که در واقع درش رو باز بذارید وگرنه خشک میشه. و بعدم دوباره با کش میبندم، اینو میذارم کنار. خب شروع میکنم به ورز دادن خمیرم. خیلی نرمه، دقیقا این خمیر بازی میمونه و یه کویل درست میکنم. من زیر دستم یه پارچه گذاشتم، حالا شما هر پارچه‌ای که تو خونه دارید رو میتونید استفاده کنید. خب من الان یه کویل درست کردم همطور که میبینید. بعد میام از شمی که حالا دلم میخواد استفاده میکنم، سرش رو یکم گود میکنم که بشه در واقع جای شمم یه ذره آب. هر جایی که احساس کردید داره ترک میخوره یه ذره آب بزنید اوکی. و شمم رو کامل مثل حالت قالب میکنم داخلش.
و میام هر فرمی که دلم میخواد به کارم میدم. این دیگه کاملا سلیقه‌ایه که شما دوست دارید چی کار کنید. مثلا من دوست دارم اینو فرم یه دونه گره در بیارم. اینطور که میبینید من قشنگ فرم یه دونه گره در آوردم. میتونم اینجاشم یه شمع دیگه بزنم، میتونم نزنم، هر جوری که سلیقتونه. به همین راحتی یه دونه جاشمی خیلی بامزه و مینیمال برای خودمون ساختیم. این جلسه هم به پایان رسید. خیلی ممنونم ازتون که مثل همیشه منو دنبال میکنید، برام کامنت میذارید، به دوستایی که دوست دارن سرامیک یاد بگیرن منو معرفی میکنید و کانالمون رو سابسکرایب میکنید. اگر موضوعی هست که دلتون میخواد من در موردش ویدیو درست کنم، حتما توی کامنت ها برام بذارید تا موضوع ویدیو بعدیمون از بین کامنت های شما باشه. تا جلسه بعدی و آموزش بعدی، خدا نگهدار.